بچه‌های خوبه توی خونه خوش اومدین به کانال من. آرمین بجن هستم. امروز اومدیم با آموزش این که چجوری وقتی بازیکن دمیج میدیم بفهمیم که دمیج میخوره عین الان. خب برای این کار باید وارد ستینگ بشیم، همون تنظیمات، وارد قسمت بیسیک بریم پایین، دنبال گزینه دمیج بگردیم که این گزینه است. این گزینه وقتی آف باشه شما وقتی دمیج میدین نمیفهمید، ولی وقتی که آن باشه خیلی ممنون تا اینجا ویدیو با من بودین. برای آموزش‌های بیشتر حتما کامنت کنید، سوالاتون از من بپرسین، حتما تو سر فرصت براتون ویدیو میسازم و میفرستم. خدا نگهدار.